شب جمعه نیروهای حربی اسرائیل با یک عملیات هوایی بزرگ علیه قلمرو ایران شروع کردند. ساعت الان 3:37 ورودی فرحزاده پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. با گفته مقامات تل آویو، هدف این عملیات دهها انشاءات استراتژی از جمله مرکزهای هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی و دانشمندان کلیدی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بودند. طبق گزارش‌های رسمی، تنها در 24 ساعت اول نیروهای هوایی اسرائیل به کشور ایران بیش از 150 ضربه هوایی انجام دادند. مقامات ایران ترکش‌ها در شهرهای نتنز، تهران و دیگر نقطه‌ها را تصدیق کردند. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که در نتیجه حمله‌های اسرائیل، سرفرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسین سلمی، چند فرمانده دیگر نظامی و 9 دانشمند پیشبر ساحه اتمی کشته شدند. بنا به اطلاع رسانه‌ها، بر اثر ضربه‌های هوایی اسرائیل به محله‌های استقامتی در تهران 78 نفر هلاک و زیاده از 320 نفر زخمی شدند. در پاسخ به حمله اسرائیل، ایران یک حمله گسترده هوایی انجام داد. طبق اطلاع رسمی، ایران اول تا 100 درون و بعدا 150 تا 200 موشک بالستیکی به سمت هدف‌های مهم اسرائیل از جمله تل آویو و شهرهای دیگر روانه کرد. هرچند سیستم دفاع ضد هوایی اسرائیل قسم زیادی این حمله را به ضرر گرداند، ولی بر اساس معلومات‌های پیشکی، در نتیجه حمله جوابی ایران 3 تا 4 نفر از شهروندان اسرائیل هلاک و صدها نفر زخمی شدند.